به کانال رسمی کارگزاری بیمه توانا خوش اومدید. اینجا جاییه که قراره با دنیای بیمه به زبانی ساده، کاربردی و واقعی آشنا بشید. از معرفی انواع بیمه ها تا بررسی نکات مهم برای انتخاب بهترین پوشش برای شما و کسب و کارتون. با ما همراه باشید تا تصمیمات بیمه‌ایتون هوشمندانه‌تر، مطمئن‌تر و تواناتر بشه. اگر به دنبال امنیت مالی و آینده‌ای مطمئن هستید، یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هیچ ویدیوی مفیدی رو از دست ندید. بیمه توانا، انتخاب افراد توانمند. این روزها بیمه تکمیلی تبدیل شده به یکی از ضروری ترین خدمات مالی و درمانی برای خانواده‌ها، کارمندان و حتی صاحبان مشاغل. با بالا رفتن هزینه‌های درمان، دارو و خدمات بیمارستانی، داشتن بیمه تکمیلی دیگه یه انتخاب نیست، یه نیاز واقعیه. خیلی ها تازه بعد از یه حادثه یا بیماری متوجه میشن بیمه تکمیلی چقدر میتونه کمک کننده باشه. اما واقعیت اینه که بهترین زمان برای تهیه بیمه تکمیلی قبل از نیاز به اونه. شاید شما هم تا حالا با خودتون فکر کرده باشید واقعا بیمه تکمیلی لازمه؟ یا چه فرقی با بیمه پایه داره؟ اگه این سوالا برات پیش اومده، دقیقاً جای درستی اومدی. چون توی ادامه قرار خیلی ساده و روشن با هم درباره مفهوم بیمه تکمیلی، مزایا، کاربردها و دلایل مهمی که باعث میشن داشتنش ضروری باشه صحبت کنیم. برای اینکه این ویدیوی جذاب رو از دست ندین، تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. حتما ویدیو رو برای دوستانتون بفرستین تا از این ویدیوی جذاب کمال استفاده رو داشته باشن. خب حالا بیایید ببینیم بیمه تکمیلی دقیقاً چیه و چرا باید بیمه تکمیلی داشته باشیم. بیمه تکمیلی یا به طور دقیق‌تر بیمه درمان تکمیلی یه نوع پوشش بیمه‌ایه که در واقع مکمل بیمه‌های پایه مثل تأمین اجتماعی یا بیمه سلامت محسوب میشه. هدفش اینه که فشار مالی هزینه‌های درمانی از دوش شما و خانواده‌تون برداشته بشه. با داشتن بیمه تکمیلی هزینه‌هایی مثل بستری، جراحی، آزمایشگاه، دارو، تصویربرداری، ویزیت تخصصی، دندانپزشکی، زایمان، فیزیوتراپی و حتی مشاوره روانشناسی در خیلی از سرها تحت پوشش قرار می‌گیرن. واقعیت اینه که تو دنیای امروز هزینه‌های درمانی هر روز داره بالاتر میره و همینجاست که بیمه تکمیلی میتونه تفاوت بزرگی در کیفیت زندگی شما ایجاد کنه. بدون این بیمه حتی یه بستری ساده تو بیمارستان خصوصی ممکنه میلیون‌ها تومان خرج روی دستتون بذاره. اما وقتی بیمه تکمیلی دارید، نه تنها از پوشش گسترده برخوردار میشید، بلکه آرامش خاطر و اطمینان مالی بیشتری هم دارید. خب حالا میرسیم به بخش مهم بعدی، مفاهیم پایه در بیمه تکمیلی. برای اینکه درک بهتری از بیمه تکمیلی داشته باشیم، لازمه چند تا مفهوم کلیدی رو با هم مرور کنیم. اول از همه بیمه گذار. بیمه گذار همون شخص حقیقی یا حقوقیه که بیمه نامه رو خریداری میکنه و با شرکت بیمه به توافق میرسه. بعد میرسیم به بیمه گر. بیمه‌گر در واقع همون شرکت بیمه‌ایه که از بیمه مرکزی ایران مجوز داره و مسئولیت اجرای تعهدات بیمه‌ای رو بر عهده میگیره. مورد بعدی حق بیمه هست. حق بیمه همون مبلغیه که بیمه گذار به شرکت بیمه پرداخت میکنه تا در صورت بروز حادثه یا نیاز به درمان هزینه ها جبران بشن. و در نهایت بیمه نامه. بیمه نامه در واقع قراردادیه بین بیمه‌گر و بیمه گذار که تمام شرایط و تعهدات هر دو طرف داخلش نوشته شده. در بیمه نامه‌های درمانی این قرارداد مشخص میکنه که چه هزینه‌هایی تحت پوشش قرار میگیرن و چطور میشه از اونها استفاده کرد. با دونستن همین مفاهیم ساده، حالا میتونیم راحت‌تر بخش‌های بعدی بیمه تکمیلی رو درک کنیم و بهتر تصمیم بگیریم که چه طرحی برامون مناسبه. خب، حالا برسیم به یکی از بخش‌های مهم بیمه درمان تکمیلی، بیمه شده اصلی و فرعی. در بیمه درمان تکمیلی گروهی، معمولاً کارمندان به عنوان بیمه شده اصلی شناخته میشن و اعضای خانواده اونها مثل همسر و فرزندان بیمه شده های فرعی هستند.
اما تو بیمه تکمیلی خانواده ماجرا یکم فرق میکنه. اینجا اون شخصی که بیمه نامه رو خریداری میکنه بیمه شده ی اصلی به حساب میاد و بقیه اعضای خانواده که تحت پوشش اون قرارداد قرار میگیرن بیمه شده های فرعی محسوب میشن. این ساختار یه مزیت خیلی مهم داره. خانواده میتونه فقط با یه قرارداد واحد از مزایای بیمه برای همه اعضا استفاده کنه و در عین حال هزینه‌های درمانی و خدمات بهداشتی خودش رو بهتر مدیریت کنه. بیمه تکمیلی معمولاً شامل پوشش‌هایی مثل هزینه‌های پزشکی، بستری در بیمارستان و بعضی خدمات درمانی اضافه است که در زمان نیاز میتونه فشار مالی خانواده رو حسابی کم کنه. در نهایت بد نیست بدونیم که توی دنیای بیمه اصطلاح رشته‌های بیمه‌ای به انواع مختلف بیمه‌ها اشاره داره. مثلا بیمه درمانی گروهی، بیمه خانواده یا انفرادی، بیمه بدنه خودرو و بیمه شخص ثالث خودرو همشون جزو رشته‌های بیمه‌ای محسوب میشن. حالا میرسیم به چند تا اصطلاح مهم دیگه در دنیای بیمه تکمیلی که دونستنش واقعاً به دردتون میخوره. اول از همه دوره انتظاره. دوره انتظار یعنی مدتی که شرکت بیمه توی قرارداد مشخص میکنه تا بعضی از پوشش‌ها بعد از گذشت اون زمان فعال بشن. یعنی حتی با اینکه بیمه‌گر توی این مدت حق بیمه رو دریافت میکنه، اما هنوز تعهدی برای پرداخت خسارت یا جبران هزینه‌ها نداره. حالا بریم سراغ شرایط عمومی بیمه نامه. شرایط عمومی در واقع مقرراتیه که از طرف شورای عالی بیمه که زیر مجموعه بیمه مرکزیه تصویب میشن و همه شرکت‌های بیمه موظفن از اونها پیروی کنن. هدف از این شرایط ایجاد یه چهارچوب واحده تا همه شرکت‌ها توی مسیر مشخص و منسجمی حرکت کنن. یه جورایی مثل قانون‌های پایه در صنعت بیمه است. و اما شرایط خصوصی بیمه نامه. شرکت‌های بیمه بر اساس توافق‌هایی که با بیمه گذارها دارن میتونن شرایط خاص خودشون رو توی قرارداد اضافه کنن. به این موارد میگیم شرایط خصوصی. جالبه بدونید این شرایط معمولاً بر شرایط عمومی اولویت دارن. یعنی اگه موضوعی در شرایط عمومی یه جور نوشته شده باشه ولی در شرایط خصوصی به شکل دیگه‌ای توافق شده باشه، اول از همه شرایط خصوصی ملاک تصمیم گیریه و بعدش شرایط عمومی در نظر گرفته میشه. به همین سادگی. حالا با این مفاهیم پایه، درک بیمه تکمیلی براتون خیلی شفافتر و راحت‌تر میشه. حالا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌های بیمه نامه، تعهدات بیمه‌ای. تعهدات بیمه‌ای یا همون پوشش‌های بیمه‌ای در واقع به اون دسته از تعهداتی گفته میشه که شرکت بیمه در طول مدت قرارداد موظف بهشون پایبند باشه و در قبال بیمه گذار یا بیمه شده مسئولیت داره. به زبون ساده تر این تعهداته که مشخص میکنه شرکت بیمه در زمان بروز حادثه یا نیاز درمانی دقیقاً چه هزینه هایی رو پرداخت میکنه. اما یه نکته خیلی مهم اینه که فقط مقایسه پوشش های بیمه ای به تنهایی کافی نیست. باید شرایط بیمه نامه رو هم به دقت مطالعه کرد. چون بعضی از شرکت‌های بیمه ممکنه شرایط خاصی رو برای پرداخت تعهداتشون در قرارداد بنویسن. این شرایط در بعضی موارد میتونه باعث بشه که خسارت پرداخت نشه یا اجرای تعهدات به شکل پیچیده‌تری انجام بشه. برای همین پیشنهاد میشه قبل از خرید بیمه نامه حتماً با یک کارشناس بیمه با تجربه مشورت کنید. چون بررسی دقیق تعهدات بیمه‌ای توسط یک متخصص میتونه تأثیر خیلی زیادی روی تصمیم نهایی شما داشته باشه و کمک کنه بهترین انتخاب رو متناسب با نیازتون انجام بدید.